یه حاجی تمرین تموم شد. امروز 24 ساعت فقط آب میخورم و کافی تلخ، چون دیروز برگر و اینا خوردم، یه روز زیادی خوردم، میخوام کلین کنم بعداً. ولی تو این 24 ساعت نزدیک 6 لیتر آب میخورم، یه دونه کافی، 2 تا کافی، ولی 6 لیتر آب میخورم که قشنگ فلش کنه. صبح که میام اینجا یه آقا خانم امریکایی باشون رفیق شدم، 60 سالشونه، هر دو جدا شدن، الان 1 سال با هم ازدواج کردن. آدمای خیلی با کلاس، وایت درست حسابی، سفید پوست، اومدن ماه عسل، 60 سالشونه. خلاصه من گفت چی کاره و اینا، بعد گفت آره ما یه فامیلی داریم با یه ایرانی ازدواج کرده، از این امریکایی درست حسابیان. بعد فیس تایم کرد با اون ایرانیه، اون آقای ایرانی منو شناخت.